بیچاره حامد بهداد که سکانس به سکانس پیر پسر رو زندگی کرد و دم نزد. این علیه توی غلام باستانی، منم خجالتاشو دارم، درداشو، زخماشو، سایه‌هاشو، کابوس‌هاشو، حقارت‌هاشو، قرودبگیاشو، تمام کاستیاشو همه رو با هم دارم. جالبه بدونی حامد بهداد زندگی سختی داشته که هر روز یک گوشه‌ای ازش بیرون میزنه. وقتی سنش کم بود به خاطر جنگ ایران و عراق از تهران به زادگاه شنی مشهد نقل مکان میکنن و یه تداخلاتی توی درس خوندنش پیش میاد. به گفته خودش تو همین مصاحبه اخیر حامد مثل خیلی دیگه از مردم بارها خرد شد و بهش بی‌توجهی کردن. با اینکه همچنان میگن مجرده، اما بعضیا اعتقاد دارن حامد توی زندگی ضربه‌های عشقی هم خورده و همین فیلم پیر پسر انگار یه آینه از زندگیشه. جالبه بدونی قبل از اینکه بازیگر بشه توی دوران نوجوانی بوکس کار میکرده و چند بارم قهرمان میشه. بعد از اینکه از دانشگاه توی رشته بازیگری فارغ التحصیل میشه، با رامبد کارهای تبلیغاتی میکنه و بالاخره با فیلم آخرین بازی سینما رو میترکونه. سریال کیمیا و نقش جهان‌آرا، سریال سرگیجه، سد معبر، قصر شیرین و همین فیلم پیر پسر از آثار معروف و محبوبی که آقای بهداد توش بازی کرده. اگه شما هم این بازیگر رو دوست دارید، قلب پایین رو قرمز کنید و توی کامنت‌ها به فیلم پیر پسر از 1 تا 20 یه نمره بدید. برای تماشای اخبار و حواشی، پیج حواشی اورجینال رو فالو کنید.